کجا آمدین؟ ایران، ای شیراز. از ایران آمدین؟ نه خیلی شیراز. بعد از چند سال؟ ما 5 سال میشه، بچه‌م 7 سال میشه رفته بود. از شما 5 سال میشه؟ ما 5 سال. بعد از 5 سال آمدین؟ نه. مادر جان چطور بود زندگی در ایران؟ بود مجبوری بچه. خودم کار میکردم، یک بچه داشتم کار میکردم، زندگی پیش نمیرفت. نانی نمبرم بود، مردم ایران خوش دارم، من ایران خاطره خوش ندارم بچه. سری مرز آمده ما را تباه کرد، افغانی را خونش چوش کرد ایرانی. طفلی که 20 روزه نو پیدا شده، 1.5 میلیون شهرداری گرفت. ای طفلای بیگنای نو به درگاه نداره. در سری مرد یک اولاد داشتم، اونم بود طفل. من گفتم مالی نفسش میبرای، استاتی نفسش میبرای. رام ندارن، سلای رام ندارن. ها بچه 5 و خوازان و قامت در گوشت نشنوی. مسلمانی نیست، ایران مسلمان نیست. الله ما ایران خاطره خوش ندارم. مرا پسرم بزور برده بود، ما ایران خاطره خوش ندارم بچه. حالی در چقدر مجبوری ما تا سری مرز قوچاقی آمدیم، ما را قوچاقی آورد، اردوگاه رفتیم، طویل نگرفت، ما کارتی چیز نداد، برگامان در دستمان هیچ طویل نگرفت. میگفت نرین حتما؟ نه